نگاه کنین بچه، خیلی براتون سوال شده که آیرن گولم از کجا اومده، اصلا چی بوده، چی هست، برام چرا اومده. بچه داستانش اینه که قبلا که آیرن گولم وجود نداشت، ویلیجرها روزا از دست پیلیجرها هی می اومدن اذیتشون میکردن و میکشتنشون و شبا هم زامبیا. به خاطر همین اونا تصمیم گرفتن جادو کنن و آیرن گولمو به وجود بیارن. حالا بریم افسانه‌شو بگیم. ویلیجرها میگن آخرین روز، یعنی آخرین روزی که این روستا، همه روستا نابود بشه، اگه این روستا نابود بشه، آیرن گولما چیان دیگه سرگردون میشن و هیچکی نمیتونه جلوشونو بگیره. خب بچه ها، شما هم که داستان آیرن گولم رو فهمیدین و لطفا لایک و سابسکرایب فراموش نشه و مطمئن باشین که حتما داستانش اینه. میخوام برین تو گوگل بزنیم، میخوام برین همه جا بزنید، براتون هم میگم.